اعتراف تلخ مریم کاویانی در مورد پشیمونیش از ازدواج با یک سیاستمدار مشهور و زندگی این بازیگر و چگونگی بازیگر شدنش، همچنین 2 ازدواج و طلاق جنجالیش و صحبت‌هاش در این باره. درود، به ویدیوی امروز کانال ما خوش اومدین. مریم کاویانی بازیگر قدیمی کشورمون متولد 1 تیر ماه سال 1349 در شهر اهواز خوزستان هستند. اون فارغ التحصیل لیسانس پرستاری از دانشگاه بابل استان مازندرانه. ایشون در 32 سالگی به صورت کاملا اتفاقی وارد بازیگری شد. اون 2 ازدواج ناموفق داشته و از هر 2 طلاق گرفته و حاصل این ازدواج‌ها یه فرزند پسر بوده. مریم کاویانی اصالتا شمالیه ولی متولد اهوازه. اون هم پدرش و هم مادرش اصالتا شمالیان و یه برادر کوچیک‌تر از خودش هم داره. پدرش توی دوران کودکی مریم به عنوان کارگر در کارخانه نیشکر در اهواز کار میکرد. به واسطه همین مجبور بودن که توی اون تایم در اهواز و خوزستان زندگی کنن. مادرش هم خانه‌داره. اونها تا 10 سالگی مریم با خانواده در اهواز بودن و بعد از اون تصمیم گرفتن که به زادگاهشون بابل برگردن و مریم کاویانی از 10 سالگی تا 30 سالگیش در بابل مازندران زندگی کرد. همونجا هم به دانشگاه رفت و بعد از فارغ التحصیلیش تصمیم گرفت که برای کار به تهران بیاد. این شد که ایشون در سال 79 به تهران اومدن و در یه بیمارستان مشغول به کار شدن به عنوان پرستار. در مورد کودکیشون میگن توی دوران کودکی خیلی مظلوم بودم. یادم میاد همیشه مادرم میگفت پدرت همیشه نگرانته که نکنه وقتی بزرگ شدی هیچ کاری ازت بر نیاد و به خاطر این مظلوم بودنت و بی صدا بودنت حقت رو بخورن. مریم کاویانی به عنوان پرستار در بیمارستان مهراد تهران مشغول شد. بازیگر شدنش هم بی ربط به پرستاریش نیست. اون یه روز به صورت اتفاقی یکی از مراجعه کننده هاش نادر مقدس، کارگردان مشهور، از آب در اومد و بعد از اینکه مریم کاویانی رو در قامت پرستار دید، ازش دعوت کرد که برای فیلم جدیدش که به نقش یه پرستار نیاز دارن حضور داشته باشه. اونم قبول کرد و در سال 81 با فیلم رویای جوانی در نقش پرستار یه تجربه خیلی کوتاه رو توی بازیگری انجام داد. همین حضور کوتاه مریم کاویانی باعث شد که در فیلم‌ها و سریال‌های دیگه هم دیده بشه. اون چند وقت بعد در سال 84 با سریال راه شب به کارگردانی داریوش فرهنگ وارد تلویزیون شد. چند ماه بعد هم با سریال او یک فرشته بود در کنار حسن جوهرچی و بعد هم فیلم هوو به شدت به شهرت رسید. مریم کاویانی 2 بار تا به حال ازدواج کرده. در ازدواج اولش صاحب یه فرزند شده ولی چند سال بعد این زندگی مشترک به جدایی و طلاق ختم شد. مریم کاویانی در سال 97 وقتی که 48 ساله بود برای بار دوم با رامین مهمان پرست، سخنگوی 58 ساله سابق وزارت امور خارجه در دوران محمود احمدی نژاد و همینطور سفیر فعلی ایران در لهستان ازدواج کرد. متاسفانه این ازدواج هم خیلی دوام نداشت و بعد از 3 سال در سال 1400 از هم طلاق گرفتند. مریم کاویانی که توی اواخر دهه 90 شمسی خیلی پرکار بود، بعد از ازدواجش به صورت کامل بازیگری رو کنار گذاشت و به خاطر موقعیت حساس سیاسی که همسرش داشت ترجیح داد توی هیچ فیلم و سریال و محافل هنری حضور نداشته باشه. ولی خب بعد از جداییش از همسر دومش رامین مهمان پرست دوباره به سینما و تلویزیون برگشت و توی 2 سال اخیر چندین فیلم و سریال کار کرده. مریم کاویانی به تازگی توی مصاحبه‌ای که با کامران نجف‌زاده داشته در مورد بزرگترین اشتباه زندگیش صحبت کرد و گفتش که به نظرم بازیگرا به هیچ وجه نباید با افراد سیاسی مشهور ازدواج بکنن. این بزرگترین اشتباهی هستش که یه بازیگر ممکنه مرتکب بشه که من این اشتباه رو داشتم و به شدت از این انتخابم و ازدواج با یه فرد سیاسی پشیمونم. مریم کاویانی توی مصاحبه جنجالی دیگه‌ای که چند وقت پیش انجام داده بود در مورد فساد توی سینما صحبت کرد و گفتش در فضای سینما و تلویزیون متاسفانه تنها اشخاصی برای آقایون قابل احترام هستند که اهل معاشرت‌های خارج از حیطه کاری باشند که خب من این رفتار رو هیچگاه نداشتم و واسه همین هم هست که یه مقدار از فضای سینما و تلویزیون دور هستم. اون همینطور در مورد انتخاب بازیگر با میزان فالووری که توی اینستاگرام داره گفت متاسفانه امروزه بازیگران بر اساس تعداد فالوور و میزان فعالیت خودشون در شبکه‌های اجتماعی انتخاب میشن. انگار سینمای امروز تصور میکنه که نسبت فروش بلیت رابطه مستقیم با تعداد فالووری بازیگر داره.
گرچه این حضور به خود سینما ضربه‌ای نمیزنه، اما به معنی واقعی هنر ضرر خواهد کرد. مریم کاویانی راز سلامتی بدن و جوانی چهرهش رو این میدونه که اصلاً اهل غذای بیرون نیست و فقط غذای خونگی مصرف میکنه و به شدت طرفدار عرقیات گیاهیه. اون استفاده از روش‌های طب سنتی و نوشیدن عرقیات و شربت‌های گیاهی رو یکی از بهترین گزینه‌ها به جای مصرف داروهای خودسرانه میدونه. اون همینطور ساعت میوه خوردنم براش خیلی حساسه و میگه من همیشه میوه‌ام رو قبل از ساعت 7 عصر میخورم، چون که عوارض مصرف میوه مثل نفاخ بودن و ایجاد اسیدهایی که برای معده ضرر داره بعد از این ساعت خیلی بیشتر از حالت قبلی هستش. نظر شما راجع به خانم کاویانی و صحبت‌هاش چیه؟ لطفاً برامون کامنت بذارید. دوستان عزیز، ممنونیم که با لایک کردن و گذاشتن کامنت از ما حمایت میکنید. اگه میخواین از آخرین ویدیوهای ما با خبر بشین، لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش هم بزنید. تا ویدیوی بعدی خوش و خرم باشید.